نمیگم، کارتای تاروت دارن میگن که تو توی رابطه‌ات عمیقا دلت شکسته. اما چرا این اتفاق افتاده؟ قراره که کارتای تاروت چه پیغامی رو بهت بدن؟ ببین این دقیق ترین فال احساسیه که میبینی. پس همین الان 3 نفس عمیق بکش، توی دلت نیت کن و بگو که اذن انرژیمو به کارتای تاروت میدم و حالا بیا تا برات یه فال دقیق بگیرم. میخوایم ببینیم که فال براتون چی داره. کارت عشاق. ببین کارت عشاق بین این همه کارت بیفته خیلی حرفه. و کارت بعدی میبینم که یه سری چیزا روی دوشت داره سنگینی میکنه، یه سری مسائل که باید ازشون باخبر بشی. بی سیاست هم که هستی دختر، داری چی کار میکنی توی رابطت؟ و حسود میبینم. میبینی این دوتا سگه رو؟ میبینی این آقایی که فال گوش وایستاده رو؟ یا خدا. ببین اگه میخوای تعبیر این فال احساسی تو بخونی، همین الان این ویدیو رو لایک کن، چون هم انرژیت به من منتقل میشه، هم واقعا انرژیت روی این کارتا میفته. و بعد برو کپشن رو بخون.